بله صلوات بلند عنایت بفرمایید و یک تکبیر جانانه که ما سخنرانی را نیز ادامه بدهیم. بله پس تکبیر الله اکبر. بله آنهایی که فرعونی هستن آنها فرعون اکبر بگویند. بله خب و اما مسئله سرگین پیش آمد که در ولایت های قندهار، پکتیا و پکتیکا و جلال آباد و مناطق وزیرستان اینها همین طعام صبحانه اینها و یا چاشت و شام اینها سرگین است که 100% مسکینیار عزیز. بله که اینها یک مسئله سرگین خوری در شبهای 14 ماه دارند که 14 ماه اینها دور هم جمع میشن و آتش و بعداً همین سرگینه ها را با شیر شترهای 7 پیکر که آن شترهایی هستند که 52 دفعه باید زایده باشن و با سرگین اینها و با شیر شتر با هم یک جا و مخلوط کرده و نوش جان میفرماید. بله این هم از مسئله سرگین بود. و بعضا دوستای عزیز و گرامی عرض کردند که بعض پشاتینه ها اگر دچار یک خلل دماغی و یا مشکلات روحی میشن و یا بی احترامی بر مردم افغانستان میکنند و یا هویت ملی افغانستان را زیر سوال میبرند، اینها باید چی رقم همین بر روال انسانیت و همین راه انسانیت اینها چی پس بیاین. بله که این نیست یک راهی دارد. فرعون گرامی خدای پشا خواهش میکنم خوش باشین شما هم، امید که از این درس اخلاق درس سیاست شما هم نیز بهره‌مند بشوید. بله بله خب پشاتین هایی که از دین فرعونی بدور هستن خدمت آنها باید عرض کنم که این فماری عزیز نیست. من یک پوست را بر اینها دادم که این فماری عزیز و گرامی ما نیست. بعد از این تبلیغات را در پالتاک و وبسایت های افغانستانی ها و نیز کشور عزیز ما افغانستان خواهد کرد که این فماری گرامی نیست کتاب فرعون نامه را خوانده هست و باید تبلیغ کند که این مردم های پشاتین ما با خواهرهای خودشان که البته بعضا دوستا خبر دارن که مردم پشاتین بعد از خواهر چهارم یعنی پنجم ششم عروسی میکنه با آنها که واقعا نه در اسلام و نه در دین یهود و دین بودا و حتی دین چی؟ هندوها نیست. بله که اینا باید چیزا را بفهمن و مذهب مردم پشاتین و یا همین دین اینها که داشتن دین یهودی بود که حالا البته بعضی اینا اشونی میرن بنده پشاتینی من البته فرعونی شدن. اینها براه راست هدایت شدن و از همین بهشت برین و جویهای شیر و عسل اینها نیز چی؟ برخوردار هستند. بله این هم جای بحث و بررسی است. منتها خب درس امروز ما در همین جا به پایان میرسد و اگر مردمای پشاتینی ما کدام سوال داشته باشند میتونه از من و پیغمبرایی که ما مقرر ساختیم از اینا سوال داشته باشن، مثلا عیار عزیز، صخرایی گرامی، دیگه فماری عزیز که یک از دخترای واقعا شخیص و دخترایی که میتونه افتخار باشد برای ملت افغانستان. بله البته فماری عزیز نیز از دمدارها بود که حالا به اصطلاح فرعونی شده و میخواهد برای همین ملت افغانستان کمک های نیز بکنند. فماری دختر نیست فرعونی است. 100%.
پس فماری عزیز نیست نوبت گرفته است، میتونه صحبت کنه و الا ماشاءالله. بله خب ببینیم که دستا ماشاءالله زیاد بالاست و مردمای پشاتین نیست اینجا هستن. منجا از دوستا بادم تقاضا میکنم که فحاشی نکنین و دو هم نزنین. مردمای پشاتین در هم هستین، من میفهمم. منتها اگه دو زنین هانی را دو بزن، حامید یا هومیس اگه نمیره دو بزنین خیره. منتها دیگه کسر چی؟ دو نزنین. بله خب منتها میرسیم روی مسئله طالبان. طالبان به یک جمله‌ای که من خلاصه کنم، نمونه بارز، نمونه شاخص و امین نشانه مردم پشاتین است. یک، طالبان. دو، شادگل. سه، چهار، هموسکشوالیتی های از اینا. پنجمش چی بود؟ اولمیر. شش، بخزمینش. هفت، قمرگل. هشت، گلزمان. نو، ظاهرشاه کل. 10، داوود چی میگه؟ وام کل بودن. اون مورد اگه اون اصلی کل است. بودم ظاهرشاه کل نبود مسکین. والا اگه داوود کل است خدا باشی. خب برش بود. داشت کل. دیگه این کل کوره دیگه ایش نامشی کرزایش. این باز که داره خوب است. زیاده اسم کهان شده. دیگه نادر بی‌ناموسش. دیگه حفیظ الله امینش. امی بی‌ناموس هم یک دونه امیال خب بین هم هستیم. این امی کل ما شما از مردمای افغانستان هم است، از تاجیک هم هستین، از هزاره هم هستین، ازبک هم هستین، مردمای پشاورین هم هستین. کدام از این امینا تو رو بالا خدمت کرده برای افغانستان. بیاین یک ذره بشینیم جدی صحبت کنیم، یک ذره روی مسائل ملی افغانستان صحبت کنیم، ببینیم کی حق میگه. پس صحبت را بری میمانیم که از مردمای پشاورین من خواهش میکنم ازشون که دستشون بالا کنن و سم بیرن در این بحث آزاد و ببینیم که اصل مطلب و همین به اصطلاح پرابلم و مشکل مردم افغانستان یا این کشور ده چی است. وسعت افغانستان خیلی زیاد است. از نظر اقتصادی بگوییم منابع معدنی هر چی که بگویی در افغانستان هست، ولی که از نظر اقتصادی در آخر در تمام این دنیا هستیم ما شما. این رخت این کار نمیشه کرد. نه؟ مشکل اساسی از کیست؟ آیا مردم هزاره است، ازبک است، تاجیک است، پشاتین است، کدامش؟ من فکر نمی کنم غیر از مردم پشاتین دیگه کسی باشه. در رأس قدرت سابق همینا بود و دیدیم که چیکار شد. همین مردمای روسیه هم همین مردم آورد، مگر غیر از این است؟ آمریکا ها را کی آورد؟ مگر غیر از این ها کسی آورد؟ مردمای پاکستان در افغانستان من حالا خب بعد از منافع ملی افغانستان است، من نمیذارم به خیلی وضوح صحبت کنم. حالا شاید از مردمای دیگه کشوران باشه میگیرم ما شما. منجا باور میکنین در این افغانستان در اینمی زمان در سمت جنوبی افغانستان، در هلمند، پکتیکا، جلال آباد، سمتای وزیرستان و سرحدات، این امیال دخترای جوان افغانستان از مردمای پشاتین فروخته میشن. شرم نیست؟